غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران هم روی خط تلفن هستند، به برنامه ما پیوستن. آقای کرباسچی، من مایلم اول گفتگو رو با مشاهدات شما از مراسم تشییع امروز شروع بکنم که شما در تهران خودتون شاهد و ناظر بودید. چه ارزیابی دارید از آنچه که امروز گذشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت عزیزان، به خصوص عزیز حاضر در استودیو، و تسلیت میگم خدمت ایشون و خدمت همه مردم ایران. من قبل از اینکه مشاهداتم از امروز و برنامه امروز بگم، در مورد خود کار شما و کار BBC یک نقد خیلی جدی من دارم که اگه اجازه بدید چند جمله من فقط مقدمه بگم، و اون این که به هر حال آقای هاشمی یک شخصیت تاریخی و حتی بین المللی بوده در حداقل 30 ساله گذشته، و از عکس العمل مردم، عکس العمل دنیا، عکس العمل شخصیت‌های مختلف امروز ما این رو ملاحظه می‌کنیم. و این برخوردی که BBC متاسفانه در رابطه با ایشون کرد، در واقع امشب هم من فکر میکنم که نوعی میخواد جبران مافات بکنه برای اینکه بگه من خلاصه یک حالت بی‌طرفی دارم، بسیار مورد نقد دوستانیه که به آقای هاشمی علاقه‌مندن و ملت ایران و کسانی که به هر حال همیشه تو ذهنشون جا میفته که به هر حال BBC میتونه سخنگوی یک مجموعه‌ای باشه که به عنوان دوست تلقی نمیشن برای ملت ایران. و اون که شما آقای کرباسچی، ما انتقاد پذیریم، انتقادتون رو میتونید بفرمایید، ولی اصل مطلب رو بیان بفرمایید، خیلی کوتاه و مختصر، بعد پاسخ سوال من رو بدید. من کلامم منعقد بشه بعداً. بذارید من کلامم منعقد بشه، من هنوز اخدامو نگفتم. بفرمایید. در دو شب گذشته آدم‌هایی رو آوردید که حالا به هر دلیلی من راجع به اونها نمیخوام صحبت بکنم، هر کسی برای خودش یک عقیده‌ای داره، ولی توهین‌هایی به آقای هاشمی کردن که به هر حال واقعا مظلومیت یک شخصیت بین‌المللی در داخل یک عده آدم‌های احساسی و افراطی یک جوری در ایام حیات روی ایشون صحبت می‌کردن که عین همین روی کسانی شما آوردید یک طرفه در مقابل دوربین نشستن یا پشت حالا از فاصله دور و به ایشون توهین کردن. حداقل خوب بود که در مقابل اون توهین‌ها شما کسانی رو می‌بودید که جواب بدن. این که آقای هاشمی مثلا ضد فرهنگ بوده و زمان خودش فقط به اقتصاد، این اصلا چرا یک کسی نمیارید جواب بده که آقا اصلا اون موقعی که آقای کرباسچی، ما دیشب بارها به شما زنگ زدیم خدمتتون، امروز بارها زنگ زدیم خدمتتون. من شخصا به خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، کسانی که میشناختم و شماره داشتم، بهشون زنگ زدم. همه دوستان ما این کار کردن. ما تلاش خودمون رو کردیم ولی کسی توهینی نکرده. بفرمایید، انتقادتون رو ما میپذیریم، یعنی گوش میکنیم. شما یک دور شما برنامه دیشبتون رو گوش بدید. توهین کردن، توهین غیر از نقده. شما وقتی به یک کسی اطلاق یک کلمه، مثلا من به BBC بگم که شما عامل یک جنایتکار هستید، بالاخره این توهین دیگه، این نقد که نیست که. وقتی من بگم دولت انگلیس یک دولت جنایتکار، شما هم عامل جنایتکارید، این نقد نیست، این توهینه. خب شما این توهین رو کردید، لذا من این نقد رو بذارید من حرفامو درست بزنم، وسط حرفام نایید. اگر میخواید قطع کنید، من که این همه شما زنگ زدید، من نمیخواستم صحبت کنم، هیچ وقت نمیخوام صحبت کنم، ولی حالا که میخواید من صحبت کنم بذارید حرفامو بزنم. بفرمایید، خواهش میکنم، ولی کوتاه لطفاً. شخصیتی که در ایام حیاتش اینجور مورد توجهه و در موقع حتی مرگش، شما امروز خودتون گزارش دادید که 2.5 میلیون نفر آدم اومدن برای ایشون با چشم گریان. وقتی کسی بیاد مثلا همینطوری، حالا معلومه چه سابقه چه لاحقه، حالا هر چی رفت، شما امروز می‌بینید شخصیت هایی توی این تشییع جنازه بودن که اگر از نظر معیارها باید حساب بکنید، این حرفایی که این آدما میان اونجا میزنن، یا آدمی مثل بهزاد نبوی که اون سابقه زندان و شکنجه قبل از انقلابش که هیچ کدوم از این افراد که شما آوردید اون چنین سابقه رو ندارن، و بعد از انقلاب اون خدماتش زمان جنگ و دولت مهندس موسوی بوده، بعد از این جریانات هم این همه بالاخره مصیبت کشیده، امروز با قد خمیده و چشم گریان میاد تو این تشییع جنازه شرکت میکنه. این حال و هوای همه اون ملتیه که امروز اومدن، خیلیشون
از خیلی از مسائل شاید نقد داشته باشن، ولی برای آقای هاشمی یه همچین موقع حتی کسانی که به ایشون نقد دارن، امروز شما توی حتی کسانی که نهضت آزادی نمیدونم احزاب مختلف دیگه میبینید چه تجدیدی از این حضرت آیت الله سیستانی شما میبینید که برای کدوم یک از شخصیت‌ها این چنین پیام و این چنین ابراز همدردی میکنه، چه شخصیت‌های ملی، چه شخصیت‌های علمی، چه حوزه‌ها. و شما به یه همچین آدمی توهین میکنید، توقع بعد یک کسی، حالا یا من یا آقای مهاجرانی هم میارید که بگید آقای کرباسی، ما توهین فکر میکنید که ایشون جریانی رو راه انداختند که این جریان همچنان هست، یا اینکه شخصیتی ممتاز از نظر شما بودن، شخصیتی برازنده بودن که امروز به خاک سپرده شدن و آرام گرفتن؟ قطعا آقای هاشمی یک جریان ساز بوده در تاریخ کشور ما، نه برای امروز. و این رو حالا من اشاره میکنم از شخصیت آقای هاشمی، از حرفای آقای هاشمی و از مواضع مختلف آقای هاشمی حرف زیاده که آدم بخواد بزنه و تو این فرصت کوتاهی هم که شما هی میاد وسط حرف من طبیعتا نمیشه صحبت کرد، ولی ایشون جریان سازیش به امروز و به بعد از انقلاب بر نمیگرده. ایشون حتی قبل از انقلاب در حوزه علمیه و در تهران در هر جا که حضور داشته یک جریان ساز بوده. من اشاره میکنم فقط به این که اون موقعی که شاید مسئله فلسطین اصلا برای ایران و برای بسیاری از روشنفکران ناشناخته بود، ایشون به عنوان یه روحانی کتاب فلسطین ترجمه میکنه که مرحوم مصدق پول میده کتابای آقای هاشمی رو بخرن، برای ایشون پول میفرسته مجانی توضیح بکنن که مردم آشنا بشن به